سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. این اعلام بیزاری خدا و رسولش نسبت به مشرکانی است که با آنها پیمان بسته اید. پس 4 ماه مهلت دارید تا در هر جای زمین که خواستید بروید، اما بدانید که شما نمیتوانید خدا را از اعمال قدرتش عاجز کنید، زیرا خداوند خوار کننده کافران است. این اعلام خدا و رسولش در روز حج بزرگ است به عموم مردم. بدانید که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس اگر توبه کردید برای شما بهتر است، و اگر از فرمان خدا روی برگرداندید بدانید که هرگز نمیتوانید خداوند را از اعمال قدرتش عاجز کنید. و ای پیامبر، اهل کفر را به عذابی دردناک بشارت ده. فقط آن دسته از مشرکان که تحت هیچ عنوان خیانتی نسبت به پیمانشان روا نداشتند و عهدی را بر ضد شما یاری نکردند، پیمانشان را تا پایان مدتش محترم شمارید، زیرا خداوند خویشتن‌داران پرهیزگار را دوست دارد. و چون ماه‌های حرام مهلت داده شده پایان پذیرفت، مشرکان را هر جا یافتید بکشید و بگیرید و به بند کشید و در هر مکان به کمین آنها بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات پرداخت نمودند، آزادشان بگذارید، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است. و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست، پناهش باش تا کلام خدا را بشنود. آنگاه در امنیت کامل او را به جای امن خویش برسان، زیرا آنها قومی نادانند. چگونه مشرکان را با خدا و پیامبرش پیمانی باشد مگر با آن کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بستید و تا زمانی که آنها بر عهد و پیمان خویش پای بندند شما نیز عهد نگهدار باشید، زیرا خداوند خویشتن‌داران پرهیزگار را دوست دارد. و چگونه حرمت پیمان نگاه دارند